از طرف فدراسیای بین المللی فوتبال در تاجیکستان لایحه فوتبال برای مکتب‌ها عملی می شود. این اقدام با تشبث فدراسیای فوتبال تاجیکستان در یکجایی با وزارت معارف و علم کشور راه اندازی گردیده است. در دایره لایحه مذکور در ولایت سوخت برای 30 نفر آموزگاران تربیت جسمانی مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی سمینار آموزشی دستوردهی برگزار گردید. رهبریت لیگ فوتبال کودکان و نورسان کشور و نمایندگان فدراسیای فوتبال ولایت سوخت ضمن برآمد خود قید نمودند که هدف اساسی این اقدام پیش از همه دریافت فوتبالبازان بالیاقت از بین کودکان و نورسان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و رشد و عمومیت فوتبال میباشد. امروز ما در ولایت سوخت شهر خوجند سمینار آموزشی برای مربیان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ولایت برگزار کردیم. فدراسیای فوتبال تاجیکستان در یکجایی با وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان امسال برنامه رو راه اندازی کردند، یعنی تحت عنوان فوتبال در مکتب که در یکجایی با فدراسیای فوتبال بین المللی فیفا یعنی راه اندازی می شود، فوتبال فور اسکول. و مقصد برگزاری این برنامه این پیش از همه عمومی گردانیدن فوتبال میان کودکان و نورسان، دختران اینچنین و جلب نمودن آنها به فوتبال می باشد. و سال نخست در این برنامه در سال اول در این برنامه 130 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی شهر ناحیه ها شرکت می‌ورزند و سال آینده ما نقشه داریم که شماره یعنی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رو با 500 عدد رسانیم. در اساس نقشه لیگ فوتبال کودکان و نورسان تاجیکستان در سال جاری لایحه مذکور 130 مکتب کشور را فرا میگیرد که در این شماره 30 مکتب ولایت سوخت نیز شاملند. این لایحه با آموزش جهانی رشد و جلب کودکان به فوتبال روانه شده است. برنامه فوتبال در مکتب‌ها را تشکیل کردیم. ما این را خوب پذیرایی نموده و دستگیری که از این اقدام خیلی خرسندیم. از ناحیه ظفرآباد 5 مربی که معلمای تربیت جسمانی تشریف آوردن و ما در این برنامه صدقاً کار کرده حرکت میکنیم که کودکان و نورسان به این برنامه مشغول کرده از در این حال لیاقتمندها را در دسته‌های ولایت و جمهوری سفربر نماییم. برای کودکان و نورسان 130 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی که به لایحه فوتبال برای مکتب‌ها شاملند از طرف فدراسیای بین المللی فوتبال بیش از 4000 توپ، سر و لباس ورزشی و لوازمات ضروری برای مشق و تمرین دسترس کرده می شود. قید کرده شد که لایحه مذکور به روند تعلیم و تربیت خلل وارد نمی کند. در روند لایحه برای آموزگاران تربیت جسمانی مکتب‌ها همچنین برگزاری کورس‌های آموزشی به نقشه گرفته شده است.